بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم با سری آموزش‌های مجموعه نونیم تک، پکیج آموزشی نصاب حرفه‌ای شد. در این پکیج ما سعی کردیم بهترین و کاملترین نکته‌های آموزشی رو برای درک مسائل، مفاهیم بهتر و یادگیری بیشتر با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. نکته حائز اهمیت این هست که شما به صورت آکادمیک مشابه دروس دانشگاهی در قالب تئوری و عملی میتونید از این پکیج استفاده لازم رو ببرید و خیلی خوشحالم چون که در حال انتقال علم و تجربه و تخصص به شما عزیزان هستم و برای کسانی که میخوان وارد این صنف پولساز یعنی صنعت نظارت و حفاظت الکترونیک بشن. خب فصل 1 شامل 4 بخش هست که ما اومدیم این رو تفکیک کردیم و در جلسه اول تاریخچه پیدایش اولین دوربین رو شرح دادیم خدمتتون که الان بریم توی اسلاید بعدی که همین اسلاید هست. اومدیم جلسه دوم آشنایی با انواع دوربین‌های مداربسته رو تشریح کردیم و در جلسه سوم اومدیم انواع کابل‌های کوآکسیال و اتصالات نصب دوربین‌های آنالوگ رو گفتیم خدمتتون که شامل آداپتور، پاور سویچینگ، دیش و نوع کابل کشی هستش. اون رو براتون شرح دادیم و در جلسه چهارم اومدیم این توضیحات رو تکمیل کردیم و اومدیم دستگاه DVR و XVR و نحوه بستن هارد و فرمت ذخیره سازی و کار با منوها رو کاملا تشریح کردیم. یک پکیج کامل و جامع هستش برای عزیزانی که دیگه میخوان اصلا دنبال شاگردی نرن و وقتشون رو درست تجربه خیلی شرطه، ولی اینکه شما اگر کار عملی هم در کنارش که بکنی ما بهتون توضیح میدیم توی دوره ها، این دوره هایی که به این شکل هستش سرعت و رشد شما رو توی اون تخصص که نصب و راه اندازی هست رو بهبود میبخشه و سریعتر به اون چیزی که میخواید برسید دست پیدا میکنید. ما الان نصاب داریم که با ما کار میکنه، تقریبا بالای 1 سال خورده‌ای هست. توی ماه سومش که با اینکه پکیجی چیزی هم بهش ندادیم دورادور کنترلش میکردیم و بهش میگفتیم چه کار کن، ماشاءالله رفت یه پروژه آی پی هست که ارتباط پوینت تو مولتی پوینت بود. پوینت تو پوینت هم نه، پوینت تو مولتی پوینت بود، یعنی 2 تا سوله یه جا بود و سوله اصلی یه جای دیگه بود. در واقع میشه گفت 3 تا سوله که اومد از تجهیزات رادیو میکروتیک استفاده کرد و کانفیگ اون رو به اون آموزش دادیم و انجام دادیم. خب بریم سراغ مبحث اصلی و پایه‌ایمون که میخوایم شروع کنیم. اولین دوربین مداربسته توی سال 1942 توسط شرکت زیمنس که یک مهندس آلمانی به اسم والتر بروک اختراع شد، نصب شد و مهندس کاربلدی بود، جزئی از فکر میکنم نوابغ تاریخ سیستم‌های حفاظت الکترونیک بود. بعد از چندین سال بعد تقریبا این پروسه‌ای که میگم بین 6-7 سال بود، یعنی هر شرکت که میومده یه دوربین کاربر تقریبا زمان بین 4 سال، 5 سال، 6 سال اینجوری طی می‌کرده تا به اون تکنولوژی دست پیدا کنه. حالا تو همون سالم یه شرکت آمریکایی به اسم ویلیکون، یعنی تو همون دهه اومد اولین دوربین مداربسته خودش رو در واقع میشه گفت تولید کرد و اینکه پیشرفت چشمگیری هم داشت. این شرکت اومد سالهای بعد باز با شرکت‌های دیگه مختلف همکاری کرد و
تو سال 1956 یک شرکت نوپا به اسم EMPX تقریبا اومد با هزینه معادل $50,000 یه دستگاه رکوردر رو ساخت که تقریبا 1 متر در 1 متر و 20 سانت بود و وزنش معادل 400 کیلوگرم بود. یعنی دستگاهی که میخواستن جابجا کنن خیلی سنگین بود. بعد چندین نفر می اومدن کمک میکردن که این دستگاه رو جابجا کنن. بعد دیگه همینجوری پیشرفته ادامه داشته که تو سال 1969 همون شرکت میاد اولین دوربین دیجیتال خودش رو با رزولوشن 100 پیکسل بر 100 پیکسل تولید میکنه. حالا توی زمینه سیستم‌های نظارت تصویری آمریکا که پیشتاز بود تقریبا تو سال 1970 دیگه این موضوع دوربین مداربسته فراگیر شد و اومدن توی مؤسسات مالیشون، بانک‌ها، کارخانجاتشون، جاهایی که تولیه خیلی مهمی داشتن، یواش یواش دوربین‌ها نصب شد و مردم هم که دیدن واقعا یه تکنولوژی خیلی خوب هست در برابر سارقین اومدن استقبال کردن و این صنعت تقریبا بازار خودش رو پیدا کرد تا سال 1990. از سال 1990 تا سالی که حادثه 11 سپتامبر در من 2001-2002 بود گسترش زیادی پیدا کرد و فراگیر شد توی آمریکا. و جالب بدونید این تکنولوژی هم توی سال 1960 که تو سال شمسی ما بگیم میشه 1339. بچه این عدد یه عدد تقریبا میشه گفت این عددهایی که من گفتم براتون این تاریخ دوربین مداربسته اینا عددهایی هستش که اسمی هست و عدد واقعی تقریبا یه اختلاف مثلا 1-2 ساله داره احتمالا. و اینکه یواش یواش این تکنولوژی توی کشورهای دیگه هم فراگیر شد. خب توی کشور انگلستان هم تو سال 1970 اومدن خودشون دست به تولید دوربین مداربسته بزنن که با شکست‌های زیادی مواجه شدن و تقریبا این پروسه میگم این عدد 1985 الان که اینجا اشاره کردیم یه عدد تقریبا میشه گفت اسمی است و واقعیش کمتره، چون 15 سال تکنولوژی خیلی زیاد به نظرم قابل استنباط نیست. این عددی هستش که عدد اسمی هست. بعد از سال 1970 تا 1985 دیگه انگلیس هم به این تکنولوژی دست پیدا میکنه و میاد اولین دوربین خودش توی شهر ساحلی میزنه و نصب و راه اندازی میکنه. حالا کشورهایی که توی این حوزه پیشتاز هستن ما اینجا اشاره کردیم. کشور آلمان هست، آمریکا هست، انگلستان هست، سوئد، چین، کره جنوبی، ژاپن، مالزی و فرانسه و هر کدومشون هم صاحب برند هستن. شرکت به طور مثال شرکت سونی، محصولات سونی که دوربین مداربسته رو تولید میکنه که الان هم سنسورایی که میزنه برای دوربین‌های عکاسی یا عرضم به خدمتتون لنزایی که میزنه برای کشور ژاپن هست، یا کشور کره جنوبی رو داریم که میاد محصولات مثل پاناسونیک رو اونم با ژاپن باز با اشتراک میزنه. بعد سامسونگ رو داریم توی چین، چند برند مختلف سرشناس رو باز ما داریم مثل
عرضم به خدمتتون که های ویژن، هایلوک، داهوا، بعد من براتون بگم که برندهای مختلفی هست توی چین هم الان داره تولید میشه. یا انگلستان که میاد برند اکسس رو میزنه با سوئد، و اینکه کشور آلمان زیمنس رو میزنه. هر کدومشون صاحب سبکن، ولی یه نکته جالب این وسط هست که بدونید دوربین مداربسته تحت شبکه تو سال 1995 توسط یک شرکتی به اسم اکسس تولید شد و بر پایه سیستم عامل لینوکس که انقلاب عظیمی رو تو این صنعت به پا کرد و رشد قابل توجهی رو تو این صنعت آورد، چرا که دوربین‌های تحت شبکه خب به مراتب از دوربین‌های آنالوگ کاراییش بیشتره. بعد این قضیه سالهایی که بهتون گفتم، سالهای متوالی که گفتم دوربین هی داشت پیشرفت میکرد که اومدیم اشاره کردیم از سال 1970 تا 2002 2001 11 سپتامبر این قضیه که بیشتر شد. 11 سپتامبر که در واقع میشه گفت اون اتفاق افتاد و موجب جنگ بین آمریکا و عراق شد، تو اون سال رشد چشمگیری هم ما داشتیم. یعنی تو 2-3 سال تا سال 2014 انقدر این مسئله حیاتی شد برای آمریکا که اومد تقریبا 125 میلیون دوربین مداربسته رو نصب کرد که همون سال 2014 بیشترین نصب دوربین مداربسته رو توی کشورش داشت. بعد از اون ما نصب 91 میلیون دوربین مداربسته رو توی انگلیس داریم که در رتبه دوم جهان قرار داره. کشور چین با نصب 27 میلیون دوربین مداربسته تو رتبه سومه. حالا نکته جالب توجه اینه که تو بازار ایران چقدر هست. ببینید توی بازار ایران از سال 1339 تا تقریبا من اینجا حساب بکنم براتون 1339 تا 1402 63 سال. خب توی این 63 سال ما چیزی تقریبا هولوش 7 میلیون دوربین مداربسته نصب شده، یعنی توی 63 سال. خب حالا تخمین زدن تا 25 میلیون جا داره. یعنی شما حساب کنید این بازار حالا جا داره که ما روزارش اصلا نبینیم که مثلا 20 میلیون نصب بشه، ولی منظورم اینه که انقدر تو این سن جا برای رشد و پیشرفت دارید و به پول و ثروت میتونید برسید که حساب کن توی 60 سال گذشته 63 سال کتاب امروز میشه ما 7 میلیون دوربین مداربسته نصب کردیم. حالا این عدد یه عدد تقریبا اسمی هست ولی موقعیش فکر میکنم یه مقدار بیشتر باشه. به هر حال جا داریم. حالا بعد کشور چین هم که اومده اعلام کرده که تا سال 2023 یعنی همین امسالا که میشه داریم نزدیکش هم میشیم تقریبا 636 میلیون دوربین مداربسته رو میخواد تو فضای عمومی نصب کنه. خیلی رقم بالاییه بچه‌ها که تقریبا میشه گفت 58% که از 54% تا 58% دوربینه خودش رو اختصاص داده، دوربینه دنیا رو به خودش اختصاص داده. خب این جلسه هم تموم شد. امیدوارم که مفاهیم براتون قابل درک بوده باشه و ما جلسه اول رو اومدیم اختصاص دادیم به تاریخچه پیدایش دوربین مداربسته توی دنیا و ایران. در جلسه بعد به آشنایی با انواع دوربین های مداربسته میپردازیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.